بچهای ما با چنگ و دندون دارن صحنه رو از سکوتش حفظ میکنن. عملکرد هنرمندای استان منه، بودجهش اینقدره، تو موظف به افزایش بودجه استان من در سال آینده است. وزیر جرأت داره از نظر آقا اون مگه نباید با ما کار کنه؟ اون نباید همسو با جریان فرهنگ و هنررسانه باشه؟ چرا یه دفعه یه نفر از لپ لپ در میاد؟ میمونه یک مورد، اون که اصلا جامعه هنری این آدمو قبول داری یا نه؟ و اصلا جامعه فرهنگ و هنررسانه این آدم رو به عنوان یک مدیر میپذیره اصلا بره باش بشینه گفتگو بکنه یا نه؟ کی باید از عملکرد اون مدیر راضی باشه؟ ما دیگه ما بازوهای این دولت این برای کشوندن مردم به عرصه تولیدات. مردم از طریق تولیدات ما در نقاشی، خوشنویسی، تئاتر، فیلم، موسیقی وارد یک تعامل تعریف نشده یا تعریف شده با دولت میشن. الان یه مدیر بیاد 4 سال بمونه خراب بکنه و هیچ نظارتی نشه. میدونم که بچه‌های رسانه دچار مشکلات مالی هستند برای اینکه بتونن نشریه‌شون در بیارن یا پیج فضای مجازیشون رو میشش بدن. شما کی دیدی که جمعیت همه هنرمندا در رشته‌های مختلف رو در یک همایشی جمع کنن؟ ما به رسانه‌ها محتاجیم. ما رسانه‌هایی رو می‌خوایم که مستقل ورود بکنن و بی تعارف وارد عرصه جریان نقد بشن. و آقای استاندار شما از خود سوال کن چرا تالار مرکزی هنر که 15 سال 20 سال طول کشید ساخته بشه، ما همه خوشحال بودیم که کادرشو از بچهای هنری برمی‌دارن، حتی نگهبانیشو، حتی اون نمیدونم نظافتچیش از جامعه هنری، و هیچ کسی جز بچهای ساری در اونجا استخدام نمیشه چون مال شهر خودمون ساری هست. امروز بعد از 15 سال وقتی به فرسایش رسیده شما اعلام میکنی میگی که یعنی ارشاد اعلام میکنه میگه هزینه نگهداری همچین تالاری 1 میلیارد و 200 تومان در ماهه و ما این بودجه رو نریم باید بریم به بخش خصوصی. چرا تالاری که قرار بود مال ما باشه الان باید بره به دست بخش خصوصی؟ این رستاخیز صورت نخواهد.